کم عذابترین اهل دوزخ. در صحیح بخاری حدیث شماره 6561 و صحیح مسلم حدیث شماره 323 از نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کم عذابترین اهل دوزخ در قیامت مردی است که بر پشت پاهایش قطعی از آتش قرار داده می شود که مغزش از شدت حرارت و ناراحتی آن به جوش می آید.